سلام به همه تماشابینان، خوش آمدین به کانال ارزنده. یکی از تماشابینان التماس کردند که تا که من شوربا تیار کنم و اکنون امروز همراه یک نمود شوربا تیار میکنیم، یعنی بورش تیار میکنیم. محصولات برای ما به من لازم است: گوشت مرغ، سبزی، لبلبو، پیاز، کارتوشکا و کاپوستا. باری اول هست که من این نمود کاپوستا را استفاده بوده ایستادم، یعنی کاپوستای سرخ را و باز به ما نمک لازم است. در اول گوشت مرغ را ریزه میکنیم و سرخ میکنیم. اکنون پیاز را نیز میده میکنیم. پیاز را نیز میاندازیم و سرخ میکنیم کمی. اکنون تا سرخ شدن گوشت و پیاز دیگر محصولات ها را تیار میکنیم. سبزی را از تیارکه میگذرونیم. سبزی ها را نیز میاندازیم و سرخ میکنیم کمی. اکنون لبلبو ها را نیز از تیارکه میگذرونیم. تماشابینان گرامی، من الکی آب را بردم که تا که جوشد و اکنون محصولات هایی که سرخ کردیم به آب میاندازیم. اکنون میمانیم که کمی شوربای ما جوشد و بعد دیگر محصولات ها را نیز میاندازیم. شوربای ما کمی جوشید و اکنون لبلبو ها را نیز میاندازیم. کاپوستا را نیز میده میکنیم. حرکت میکنیم که تا که باریک میده کنیم. کاپوستا را نیز میاندازیم. و اکنون میمونیم که باز کمی دیگر جوشد. و در آخر کارتوشکا ها رو میاندازیم. نمک میپاشیم. و باز اکنون کمی دیگر میمونیم که تا که جوشد. تماشابینان گرامی، شوربای ما یعنی بورش ما هم تیار شد. شما نیز حتما برای نزدیکان خود تیار کنید و در کامنت نویسید که شما برای نزدیکان خود چه شورباها تیار میکنید و همه شما اشتهای صاف، دل صاف، صحت و سلامتی خواهانم. خیر تا دیدار آینده در کانال خدا باشید.